با سلام و عرض ادب خدمت دوستان. امروز میخوام یه زبانبند خیلی قوی که تو ادارات معمولا تو کارهای اداری خیلی کاربرد داره، خیلی استفاده داره، ولی قبل این کلمه هیس این غلطه. یعنی حرف سین از مجربات شیخ الرئیس ابن سیناست که با حرف سین شروع میشه. اسم طرف اگه طرف دختر باشه بنت، اگه پسر باشه بن. هر حرف و بین دو تا سین قرار میدی. بالفرض مثال اینو آماده کردم براتون. حسین بن مریم با سین شروع میشه. سین ه سین 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 که اینجوری یک در میون، یعنی هر حرف اسم بین دو تا سین قرار میگیره و مقطعیه، دائمی نیست که اینو رو هر کسی رو میتونی ببندی، میتونی زبانشو ببندی، رضایت ازش بگیری، ولی مقطعی، دائمی نمیتونه باشه.